Making birthday plans with friends. Taylor. Hey Michael, any plans for your birthday this year? هی مایکل، برنامه‌ای برای تولدت امسال داری؟ Michael. Yeah, I'm thinking of having a small get-together with some friends. آره دارم. به یه دوره همی کوچیک با چند تا از دوستان فکر میکنم. Taylor. Nice. Are you doing it at home or going out? خیلی خوبه. خونه میمونی یا بیرون میری؟ Michael. I'm planning to book a restaurant for dinner, then maybe go bowling after. میخوام یه رستوران رزرو کنم برای شام. بعدش شاید بریم بولینگ. Taylor. That sounds fun. If there's karaoke, I might have to sing a Justin Bieber song. I'm a huge fan. خیلی باحال به نظر میرسه. اگه کاراوکه داشته باشن شاید یه آهنگ از جاستین بیبر بخونم. من کلی طرفدارشم. Michael. Haha, that would be hilarious. We should all join in. خیلی بامزه میشه. باید هممون همراهی کنیم. بیاین چند عبارت رو بررسی کنیم. Any plans for your birthday this year? این یک روش رایج برای پرسیدن درباره برنامه‌های تولده. به جای گفتن Do you have any plans که رسمی تره میتونیم کوتاه‌تر و طبیعی‌تر بگیم Any plans که بیشتر در مکالمات روزمره استفاده میشه. I'm thinking of having a small get-together. عبارت get together این عبارت به معنی یک دوره همی کوچک با دوستان یا خانواده است. این اصطلاح معمولا برای جمع‌های غیر رسمی استفاده میشه و از پارتی کمی صمیمیتر و راحت‌تره.